بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر یک بدعت گمراهی است، چخیلی که حذیفه ابن یمان رضی الله عنه میفرماید کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تعبدوها. هر یک عبادتی که به همون راه و رویش، به همون عبادت صحابگان یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبادت نکرده اند، الله نپرستیده اند به همون راه و رویش، شما هم الله به همون راه و رویش نپرستید. چرا؟ برای که آنها صحابگان بدن و الله پرستش میکردن، عبادت میکردن به همون راه و رویش که پیغمبر گفته ازشان، و با کدام راه و رویش پرستش نکردن، شما هم نکنید. فإن الأول لم يدع للآخر مجالا. هر آینه آنانی که در اول بدند ای صحابگان، نگذاشتن برای دیگران مقالی، یعنی که سخنی، یعنی که گپی، یعنی که از خود در دین آوردن نگذاشتن. برای همین انسان وقتی که الله عبادت میکند به چی؟ به همون راه و رویش صحابگان روایت کند، رویش پیروی کند. خیلی که امام شافعی رحمت الله علیه پرسیده می شود که چیست بزرگترین عملی که، یا که کدام از بزرگترین عملی که انسان بنده نزدیک می شود به سوی الله؟ پس امام شافعی گریه کرد و گفت ان ينظر الله الى قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والآخرة الا هو. پس گریه کرد و گفت که الله نظر کند به دل تو، پس در دل تو ببیند که تو غیر او، یکی تو از دنیا و آخرت نمیخواهی مگر او را. تو از دنیا و آخرت نمیخواهی مگر او را، یعنی که در دل تو الله جایگیر باشد، پرستش الله جایگیر باشد، نه دنیا.